خب بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثی که قبلا خدمتتون عرض کردیم میرسیم به یه بحث خیلی مهممون که انتخاب آزمون مناسب یا تست مناسب برای اون تحقیقی که داریم هست که واقعا خیلی مهمه که بتونیم بدونیم که چه آزمونی و واسه چه کاری استفاده بکنیم. خب قاعدتا در ابتدای کار باید بدونیم که داده‌ای که داریم چه مدلی. قبلا در موردش صحبت کردیم که دادمون آیا کانتینیوس، پیوسته است، گسسته است، قابل شمارشه. سوال تحقیقمون چیه؟ آیا دنبال این هستیم که تفاوت رو به دست بیاریم یا دنبال ریلیشنیم، یعنی می‌خوایم ارتباطا رو به دست بیاریم مثل بحث کورلیشنی که قبلا داشتیم، یا می‌خوایم پردیکت کنیم چیزی رو، می‌خوایم پیش بینی کنیم. و اینکه می‌خوایم چند تا نمونه رو با هم مقایسه کنیم، یه نمونه رو، دو نمونه رو، بیش از دو نمونه رو. اگر مثلا طبق این سوالی که ما اینجا داریم متغیرمون کانتینیوس باشه، دنبال تفاوت باشیم و یک دونه نمونه رو داشته باشیم که بخوایم اون رو بررسی کنیم، قاعدتا یکی از این دو تا تست رو باید بزنیم، یا باید در واقع وان سامپل زد تست رو بزنیم یا ویلکاکسون رو بزنیم، که اینها بستگی به این داره که حالا نوع آزمونی که می‌خوایم انجام بدیم به صورت پارامتریک باشه یا نان پارامتریک، پارامتری یا ناپارامتری باشه. این بحث امروزمونه که می‌خوایم ببینیم که از کدوم یکی از این روش‌ها میتونیم استفاده کنیم. اول بذاریم با پارامتری شروع کنیم. خب این شکل خیلی معروفه تا به توضیح نرمالی که همیشه باهاش کار داریم و باهاش کار کردیم. این فرضیاتی هستن که توی این اسلاید می‌بینیم که میتونیم از آزمون‌های پارامتری استفاده کنیم. یکی این که خب تابع توضیح اون باید تابع توضیح نرمال باشه، ایکس مون متغیر اون باید پیوسته باشه. قاعدتاً اگر گسسته باشه نمیتونیم از این روش پارامتری استفاده کنیم. دادای پرت عجیب غریبی داشته باشیم. همسانی واریانس‌ها باید توش باشه. در مورد این تو فصل‌های بعدی صحبت می‌کنیم. و تعداد نمونه‌مون باید کافی باشه. موقعی که تعداد نمونه خیلی کمه، این آزمون چندان خوبی نیست. چه خصوصیاتی داره این آزمون‌های پارامتریک؟ خیلی قوی‌اند، دقیقاً و احتمال خیلی کمتری بروز خطای نوع 2 رو داریم که تو جلسه قبلی در موردش صحبت کردیم. اما ناپارامتری‌ها چیا هستن؟ اونایی هستن که از این تابع توزیع بل شکل که اینجا داریم، شکل زنگوله‌ای یا تابع توزیع نرمال تبعیت نمی‌کنه. اگر این اتفاق بیفته ناپارامتری. حالا فرضیاتی داریم در مورد تست‌های مختلف. مثلا دو نمونه باید شکل تابع توزیع شبیه به هم باشه. توی منویتنی که در مورد اینها صحبت خواهیم کرد که اینا چه تست‌های توزیع باید متقارن باشه توی ویلکاکسون، یا دو نمونه با شکل تابع توزیع مشابه به همسانی واریانس‌ها باید داشته باشیم تو کراکسر و لیس، که در مورد این اسمایی که اینجاست خود عجیب غریبه ولی جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم. خصوصیات این ناپارامتری چیه؟ خب یه خورده محافظه‌کارانه‌تره، چندان قوتی نداره، به اندازه تست‌های پارامتری قوی نیستن و احتمال بروز بیشتر خطای نوع دوم رو داره. خب بذارید دونه دونه بریم جلو ببینیم چه تستایی داریم. اولین تستمون تستای یک نمونه است، یعنی یه نمونه داریم می‌خوایم باهاش پارامتر جامعه رو تخمین بزنیم. خود این میتونه چند تا دسته باشه، یا کانتینیوس، یا اوردینال، یا نامینال. دیگه اینها رو قبلا دربارش صحبت کردیم، تکرار نمی‌کنم. قاعدتا توی این مورد بعد نگاه کنیم که آیا تست پارامتریک هست یا نیست. اگه بود که میشه وان سامپل تست، اگر نبود میشه ویلکاکسون ساین رنک یا همون ساین تست، که در واقع همون موردی هستش که در موردش صحبت کردیم. الان من جلوتر در موردش مثال میگم. اگر متغیر نامینال هم بود از کای اسکوئر استفاده میکنه، اما تو مثال خب همیشه آدم مطالب رو بهتر میفهمه. بذاریم تو مثال ببینیم. خب در مورد آزمون تی یک نمونه متغیر با متغیر پیوسته و یک نمونه را اگه داشته باشیم، به عنوان مثال فرض کنیم میخوایم بررسی کنیم که آیا سرعت وسایل نقلیه توی بزرگراه عدد 100 هستش یا نیست. پس ببینید ما در مورد یک نمونه داریم صحبت میکنیم، یک بزرگراهه و با یک عدد داریم مقایسهش میکنیم. پس اینجا یک نمونه متغیر از چه نوعی؟ سرعت هم که سرعت وسایل نقلیه متغیر پیوسته است. پس از این آزمون داریم استفاده میکنیم. یک آزمون پارامتری هست به خاطر اینکه متغیرمون پیوسته است و فرضمون بر اینه که تابع توزیع نرمال تبعیض میکنه. بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدیمون در مورد متغیر اوردینال هست. فرض کنید که شرایط وضعیت روسازی رو مد نظر داریم، اما نه با یک عدد، با یک بازه مثل این بازه‌ای که داریم اینجا می‌بینیم، مثلا خیلی خوب متوسط تا انتها، که اینا شرایط روسازی دارن نشون میدن. قطعا میدونید که متغیر از نوع اوردیناله چون به صورت گسسته است و همینطور ترتیبشون معنی دار هست. اگر این همچین اتفاقی بیفته، به عنوان مثال فرض بر این باشه که ما می‌خوایم ببینیم که وضعیت روسازی مثلا یه مقطعی مثل تهران شمال، در مورد این می‌خوایم صحبت کنیم که این وضعیت به صورت متوسط چی هست، آیا مثلا خوبه، متوسط، بده. این رو میتونیم به این روش تست بکنیم که با تست ویلکاکسون میتونیم رو انجام بدیم. چون متغیر اوردینال هست قاعدتا نمیتونیم از تستای پارامتری استفاده کنیم، بعد نام پارامتری استفاده کنیم. پس متغیرمون گسسته ترتیبیه.
اما بریم سراغ متغیر اسمی. مثلا فرض کنید که تو مثال قبلی که گفتیم که در واقع سرعت مجاز سرعت چقدر هست، حالا اینجا فرض کنیم بنا بر این باشه که چند درصد از وسایل نقلیه‌ای که دارن سرعت غیر مجاز میرن توسط پلیس جریمه میشن. امیدوارم سر شما این قضیه نیفته، ولی فرض کنیم با این درصد کار داریم که آیا شدن یا نشدن، یا به عبارت دیگه میخوایم اینو پیش بینی کنیم که مثلا آیا 50%، 60%، 70% افرادی که سرعت غیر مجاز میرن جریمه میشن یا نمیشن. خب این متغیر نامیناله، شدن یا نشدن. خب پس در واقع متغیر از نوع نامینال و همینطور نوع تستی که استفاده میکنیم کای اسکوئر از نوع تست های نان پارامتریک هستش. خب این مثال هایی بود در مورد یه نمونه گرفتیم، این نمونه رو با مقدار یه پارامتر جامع بررسی کردیم. اما بریم سراغ دو یا چند نمونه. اولا بگم از این نترسین، خیلی با جزئیات در موردش صحبت نمی‌کنیم، سعی می‌کنیم که کلیاتش رو خدمتتون عرض کنیم. ببینید فرض کنید که من در ابتدای کار از این گوشه شروع کنم که متغیرهای کانتینیوس هستن، بعد این رو بررسی کنم که آیا فرض پارامتریک یا نان پارامتریک ساتیسفای شده یا نه، یا میتونم از تست های پارامتری استفاده کنم یا نه. بعد در مورد موضوعی صحبت کنم که آیا اینها پر هستن یا نان پر، یا به عبارتی مستقل هستن یا وابسته. بعد میتونم در مورد اون تستا صحبت کنم که مثلا آیا اینجا مثلا فرض کنید اینجا پارامتری پر هست، پس تی تست پر رو میزنم، اگه آن پر باشن تی تست آن پر رو میزنم. برای شرایطی که دو تا متغیر باشن، اگه از دو بیشتر شد بعد از تست‌های انووا استفاده کنم که در مورد پرها و نان پرها در واقع دو نوع تست مختلف انووا رو انجام میدیم که در مورد انووا جلسه گذشته صحبت کردیم. همین اتفاق در مورد اوردینال نامینال هم اتفاق میفته. اینها در مورد دیفرنس یا تفاوت هستن. در مورد ریلیشنشیپ یا ارتباط از همون ضریب کورلیشن پیرسون که یادتون بود استفاده خواهیم کرد. تو کانتینیوس یا تو اوردینال ها از اسپیرمن استفاده میکنیم. این کل این تصویر به بزرگی که خدمتتون عرض کردم و تست های مختلفی که زیر مجموعه هر کدوم از اینا قرار میگیرن حالا با نمونه با هم بررسی کنیم. اولا در مورد مفهوم وابسته مستقل یه صحبتی بکنیم. وابسته مستقل، حالا اول در مورد وابسته صحبت کنیم. وابسته به این معنی هستش که شما یک نمونه در واقع از یک جامعه گرفتین و میخواین روی اون نمونه تست‌های مختلفی بزنین، یا به عبارتی نمونه‌ها شباهت‌های خیلی زیادی به هم دیگه دارن، میتونیم اونها رو وابسته در نظر بگیریم. تو این مثالی که اینجا داریم یکی از مثال‌های خیلی خوبش بیفور افتر استادی‌ها هستن، مطالعات قبل و بعد. مثلا یه معبر اینجا داشتیم می‌خوایم بررسی کنیم که زمان تأخیر وسایل نقلیه، اگر ما به حمل و نقل عمومی تو این پایینی اهمیت بدیم، آیا زمان تأخیر وسایل نقلیه افزایش پیدا می‌کنه یا نمی‌کنه. ببینید پس ما در واقع دو تا نمونه داریم، دو تا نمونه وابسته هستن و پیوسته، چون داریم در مورد زمان تأخیر صحبت می‌کنیم. حالا وابسته گسسته‌اش میشه چی؟ مثل اینکه ما در مورد رضایت شهروندان صحبت کنیم، بگیم آیا ما این حمل و نقل عمومی رو گذاشتیم به صورت کلی رضایت شهروندان افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ مثلا نظر اونها خوب، بد، متوسط چیه؟ این دو تا موردی که ما الان گفتیم این باکس هایی هستن که اینجا ما در واقع رسم کردیم. این قسمت مربوط به پارامتریکی هستش که پر بود که در واقع از تست تی استفاده کردیم. اینجا در واقع وابسته هست و به صورت گسسته و تست هم نان پارامتریکی از ویلکاکسون استفاده کردیم. بریم سراغ مثال بعدی. توی این مثال داریم در مورد مستقل پیوسته و مستقل گسسته صحبت می‌کنیم. مستقل یعنی چی؟ یعنی فرض کنید ما مثلا می‌خوایم در مورد سرعت رانندگی آقایون و خانم‌ها صحبت کنیم. ببینید دو تا کاملا نمونه متفاوت هم و به هیچ ربطی ندارن، کاملا نسبت به هم دیگه مستقلن. حالا اگر این در مورد یک متغیر پیوسته صحبت کنه، تست تی میتونیم اینا رو با هم مقایسه کنیم. اگر در مورد یک مستقل گسسته، مثلا فرض کنید تعداد تصادفات یا نرخ تصادفاتی که اینا دارن خیلی زیاد، متوسط، کم، خانم ها و آقایون، اینا رو بخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم، میره یه تست ناپارامتریک میشه به نام منوتنی که در واقع اینجا داریم دور این شکل میبینیم. پس تو اینجا ما در مورد مستقل پیوسته گسسته صحبت کردیم، باز در مورد دو تا نمونه. حالا بریم جلوتر. اگر بریم روی چند تا نمونه صحبت کنیم یعنی چی؟ یعنی چند نمونه وابسته پیوسته. مثلا فرض کنید سرعت عکس‌العمل راننده در سطوح هوشیاری مختلف، داریم در مورد این صحبت می‌کنیم. سرعت در واقع عکس‌العمل داریم میگیم، پس یک نوع متغیر پیوسته هست، اما سطوح هوشیاری
مختلفی که این افراد دارن، مثلا سطح کامل، سطح مثلا متوسط و سطح کم. حالا به لحاظ میزان هوشیاری که این فرد داره، کمبود خوابی که داره و چیزهای مختلف، داریم این سطوح مختلف رو بیش از 2 رو حساب میکنیم. همیشه یادتون باشه وقتی دو تا نمونه رو میبینیم میگیم T for 2، یعنی 2 تست تی رو میزنیم. خب اما اگر بیشتر از 2 شد بعد از تست انووا استفاده کنیم. حالا این متغیر پیوسته بود. اگه متغیر گسسته باشه، مثلا میزان هوشیاری راننده در ساعات مختلف روز، اون میزان هوشیاری مثلا کم، زیاد، متوسط، اون رو دیگه اینجا داریم بررسی میکنیم که یک متغیر گسسته هست و در واقع این نمونه هایی هم که داریم فرض کنیم وابسته هست. چجوری میتونیم این فرض رو بکنیم؟ یک گروه آماری یکسان رو در نظر گرفتیم، مثلا 20 نفر آدمن و بعد سطوح هوشیاری مختلف رو داریم تست میزنیم. گروه های مختلفی نیستن، فقط یک گروهن، پس میبینیم که وابسته شدن و در واقع تستایی که روی میزنیم واسه آزمون انووا، واسه وابسته پیوسته خود انووا هستش و برای وابسته گسسته تست فریدمن هست. و توی مثال بعدی که آخرین قسمتش هست، آزمون آنو، در واقع ما چند نمونه داریم که مستقل پیوسته هستن اینجا. مثلا فرض کنید شدت تصادف رده‌های سنی مختلف رو داریم بررسی می‌کنیم. اولا شدت تصادفات، پس یک متغیر پیوسته است رو رده‌های سنی مختلف، مثلا پیر، جوان، میان سال. خب اگر و بعد دقت بکنید که اینها نسبت به هم مستقلن، یعنی یک گروه تستی جوانها، میان سالها و بزرگسالها ببینید کاملا متفاوتن. حساب نکردیم یه گروه 20 ساله مثلا 20 نفره سنشون زیاد و زیادتر بشه و بتونیم اینا رو تست بزنیم که این بشه گروه وابسته. اینجا کاملا مستقلن، گروه‌های مختلفی هستن. و آزمون کراکسالدیس هم که برای در واقع مستقل گسسته هست. مثلا نوع تصادفات شهرهای مختلف ایران که مثلا ما داریم در مورد نوع تصادفات صحبت می‌کنیم، کاملا مشخصه که گسسته است، مثلا تصادفات به شدت بالا، شدت پایین یا متوسط، یا در مورد نوع خاصشون که جلو به بغل و چیزهای مختلفی شبیه به این باشه که اینجا هم داریم تو این باکس می‌بینیمش. و آخرین مورد بحث همبستگیه که اینجا داریم در مورد همبستگی‌ها صحبت می‌کنیم. اگه قبلا در مورد دیفرنس صحبت کردیم، اینجا همبستگیه. یعنی چی؟ یعنی که کورلیشن بین این متغیرات چیه. حالا اگر که ما این کورلیشن و این همبستگی ریلیشنشیپ رو بخوایم ببینیم در مورد دو متغیر پیوسته، از چی استفاده می‌کنیم؟ همون آر کوچیک که ضمیر کورلیشن بود. مثلا فرض کنید حجم سیل و بارش، هر دو تاییشون تو این نمودار داریم می‌بینیم متغیرهای پیوسته هستن. اما اگر همین رو اومدیم حجم سیل رو با نوع کاربری زمین دیدیم، حجم سیل پیوسته است اما نوع کاربری زمین گسسته است، شکل شبیه به یه همچین چیزی میشه. اینجا بعد از شاخص اسپیرمن استفاده کنیم، دیگه اون پیرسونه معنی نمیده چون اینجا متغیرمون گسسته پیوسته است. و در نهایت این جدول خلاصه که حتما روش وقت بذاریم و به صورت جزئی ببینیم که هر کدوم از این تست ها تو رده‌های مختلف، چه مقایسه، چه همبسته، چه تعداد نمونه ها، مستقل وابسته شون و آزمون های پارامتریک و ناپارامتریکشون چی هستن. به امید خدا تا جلسه بعدی.